باشندگان میگویند کابل من حیث پایتخت افغانستان در این اواخر شاهد افزایش جرایم جنایی بوده و آنان انتقاد میکنند که جان، پول نقد و اموالشان در این شهر مسئول نیست. آنها میگویند که رفت آمدشان در طول روز به خصوص در هنگام شب در شهر دشوار شده و آنان از سوی دزدان مسلح در مناطق مختلف مورد تهدید قرار میگیرند. جاوید و ادریس دو باشنده کابل هستند که با این رویدادهای جنایی روبرو شده و اشخاص نامعلوم پول و موبایلشان را از آنها به سرقت برده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند 3 نفر بودند که آمدن، یکیشان قدش پخش بود و 2 تا ماسک داشتن، یکیش رویش لوچ بود که تفنگچه و بارچه داشتن. داخل دکانان در آمدن و پیسه و چیزا موبایل و چیزا گرفت. آرام شدن دیگه. از پانتون کابل می آمدم، از پانتون رخصت شدم، دمی کوچه کس نبود طرفای 2 بجه که می رفتم در موبایل گپ می زدم. یک 2 نفر مرا استاد کرد، پیش یکیش تفنگچه بود، گفت استاد چه، پیش یکیش بارچه بود. استاد کرد گفت موبایل تا بکش، جیب ما تلاشی کرد، پیسای مرا گرفت، کارت پانتون گرفتم. در این حال شماری از باشندگان دیگر این شهر میگویند که در این اواخر دزدی و سرقت‌های مسلحانه در برخی مناطق شهر افزایش یافته و بعد از شام گشت و گذار برای آنان مشکل شده است. آنها از حکومت و نیروهای امنیتی تقاضا دارند تا در تامین امنیت جان و مال مردم تلاش نمایند و مانع کسانی شوند که دست به سرقت اموال مردم میزنند. حارس رحمانی و محمد رومان، 2 تن از باشندگان کابل، در صحبت با رادیو آزادی نظریات خود را چنین بیان میکنند. جلو از این مردم ها را بگیرن، کوشش کنن که امنیت خوب شود. خصوصا شهر کابل باید آرام باشه. مردم با آسانی گشت و گذارم کردن نمیتونه و دزدی و چپاول غارت بسیار زیاد شده. کسی که گفت تعلیم داشته باشه نسبت به کسایی که بی تعلیم هست کمتر باعث جرم میشه و ارتکاب جرم دست میزنه. اما در این حال مسئولان قماندانی امنیه کابل میگویند که نظر به ماه‌های گذشته گراف جرایم جنایی در شهر کابل کاهش یافته است. آنها میگویند برخی رویدادهای دزدی وجود دارد، اما پلیس در کمترین وقت کسانی را که اموال مردم را دزدی میکنند بازداشت نموده و آنان را برای تعقیب بیشتر به سارنوالی معرفی نموده اند. فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان حدود 4 ماه گذشته 30% جرایم جنایی کاهش یافته است. په عمومي شکل زه تاسو ته وایم چې په دې تیرو 4 میاشتو کې دا چې مقایسه وکړو دا 4 میاشتو کې اوس موږ 10% تقریبا څه ناڅه موږ کاهش لرو په جرایمو کې، ټیټوالی لرو او موږ دا په ثبوت سره یې په اصطلاح په اسنادو د دې ثابتولی شو هر څوک چې دا ادعا نه مني یا دا خبره نه مني. این در حالی است که قبل از این نیز شماری از باشندگان کابل از موجودیت دزدی و رهزنی در نقاط مختلف شهر شکایت نموده و از حکومت خواهان رسیدگی به این مشکل شده اند. از سوی دیگر قماندانی امنیه کابل همکاری مردم را در راستای جلوگیری از فعالیت افراد مسلح در کشور مؤثر خوانده و تأکید می کند که با همکاری مردم بیشتر می توانند سطح جرایم را کاهش بدهند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.